شب عید موهاتو رنگساج کردی، الان شستی رنگساج موهات رفته، دکلرات زده بیرون و قطعا موهات این رنگی شده. دکلرم با یه 7.5 بوده، شستم، رنگساژم رفته، حالا این دکلره زده بیرون. چیکار میکنم؟ رنگ موی شکلاتی شماره 7، مرواریدی شماره 8، کوارتز شماره 9 رو با هم دیگه ترکیب میکنم. اما به چه نسبتی؟ حجم بیشتر ترکیبمو کوارتز 9 در نظر میگیرم. 50% از ترکیبم کوارتز 9 باشه. مرواریدی شماره 8م 30% ترکیبم در نظر میگیرم. و اما میام 20% از حجم ترکیبمو شکلاتی 7 میزنم. و نکته مهم و چالشی من همینه که چرا اصلا میام شکلاتی 7 میزنم تو ترکیبم. رنگ ها رو خوب با هم مخلوط میکنم، اکسیدانم رو باهاشون ترکیب میکنم و روی مو میزنم. حالا شما یک رنگ جذاب دارید که نه نارنجی داره نه زردی و روشنی موهاتون هم حفظ شده. بفرست برای اونی که موهاش تو عید نارنجی شد.